دادگاه منطقه کولاب روز 15 ایول سال 2022 در نشست خبریش گفت در نیمه اول سال جاری دادگاه این منطقه 24 پرونده رو نسبت به 32 نفر بررسی کرده، از این شمار تنها 2 نفر رو جریمه بسته، 3 نفر باقی مونده رو روانه زندان کردند. بنا به اطلاع پیک تیجی، یگانه نشریه مستقل فعال در منطقه کولاب و سراسر ولایت ختلان از 24 پرونده بررسی شده 12 پروندهش بر اساس ماده 307 علاوه 3 قسم 2 تشکیل فعالیت سازمان‌های ممنوع افراطی با استفاده از اینترنت بوده. بر اساس این ماده در ماه‌های ینور ایول سال 2022 در عموم 12 ساکن منطقه کولاب را محکوم به زندان کردند. این افراد به آن گناهکار دانسته شدند که از طریق وسایل اینترنت از جمله مسنجرها با سازمان‌هایی که فعالیتشان در تاجیکستان با قرار دادگاه ممنوع شده است ارتباط برقرار کرده، با این سازمان‌ها پیوسته در معاشرت و گفتگو بودند. پیک می نویسد که یکی از این محکوم شدگان ساکن ولایت سوخت قلندروف بزرگمیر، سال تولدش 1983، معلوماتش عالی نوپور می باشد. از مواد پرونده او برمی آید که بزرگمیر قلندروف در شبکه فیسبوک پیوسته با گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی در ارتباط بوده است. محکوم شده طبق طلبات ماده 307 قسم 3 به مهلت 5 سال از آزادی محروم کرده شده است. مقامات تاجیکستان گروه‌های عمده مخالفین سیاسی خود از جمله پیمان ملی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 را نیز گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی نامیده فعالیت آنها را در کشور با قرارهای دادگاه عالی منع کردند. حامیان حقوق و مخالفین میگویند مقامات ماده 307 را بر صورت خیلی فراوان برای تعقیب دیگر اندیشان و منتقدان حکومت استفاده میبرند. تا امروز درباره بازداشت و زندانی شدن ده نفر با چنین جرم گزارش‌ها به دست رسیدند. تنها طی 2 ماه آخر در تاجیکستان دست کم 7 ژورنالیست و بلاگر به حبس گرفته شدند. در برابر اتهامات دیگر، یک اتهام اساسی به ضد دست کم 3 نفر آنها دلیر امام علی، زفقبک سید امینی و الفت خان محمدشاه و نیز همین اتهام همکاری با سازمان‌های افراطی و تروریستی در تاجیکستان ممنوع می باشد.